یاد دارم یک غروب سرد میگذشت از کوچمان یک دور گرد. داد میزد دار قالی میخرم، دست دوم جنس عالی میخرم. کوزه و ظرف سفالی میخرم، گر نداری کوزه خالی میخرم. اشک در چشمان بابا حلقه بست، عاقبت آهی کشید بغضش شکست. اول سال است و نان در سفره نیست، ای خدا شکرت ولی این زندگیست. بوی نان تازه هوشش برده بود، اتفاقا مادرم هم روزه بود. خواهرم بی روسری بیرون دوید، گفت آقا سفره خالی میخری؟ بگم از بچه های پایین شهر که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه. اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست، تنها پاتوق عشق و حالش بهشت زهرا. یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستن تو واردات کالای ساخت